این داستان روایت یک زندگی، قسمت 4. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبل شنیدید که نوید تکر میکنه. او را به شفاخانه میبرن و در اونجا طی انجام آزمایشات معلوم میشه که نوید بچه پدر و مادرش نیست. مجید پدر نوید از این موضوع بسیار آشفته میشه. او اولش به همسر خودش محبوبه شک میکنه و رفتار سردی هم با او میکنه. اما بعد از آزمایشات ژنتیک معلوم میشه که محبوبه هم مادر نوید نیست. مجید خوش داره که بچه واقعی خودش پیدا کنه، اما محبوبه علاقه به این کار نداره. او چون نوید کلان کرده مثل یک مادر به او عشق میورزه و عقیده داره که هیچ بچه نمیتونه جای نویده بگیره. مجید به ظاهر قبول میکنه که با شرایط فعلی بسازه، اما دلش آرام نمیگیره. حال بشنوید ادامه داستان را. حالا کجا میخوایی بری؟ زود پس می محبوبم، میرم مزار. خوب گفتین مزار؟ بله. از چه خاطر؟ یک مشکل کاری پیش آمده از طرف شرکت، میرم یکی دو روزام زود پس میم. خب درست است. نوید کجاست؟ رفته بیرون با بچهای همسایه بازی میکنه. خب مراقبش باش. درست است. تشویش هم نداشته باش. شو اگه ترسیدی بگو بیادرت بیای خانه ما. نه از چی بترسم جانم؟ خدا رو شکر رسیدم برای تلفن میزنم. خب درست است، اما من هنوزم نمیفهمم چی شده که دفعتا تو میخوایی بری سفر. ای بابا چرا قدر خوشداری مرا عصبی کنی ها؟ گفتم یک مشکل کاریست، نگفتم؟ یعنی 1 دقیقه پیش، کمتر از 1 دقیقه پیش من برای توضیح دادم. خب درست است، آرام باش، داد نزن دیگه. از این خاطر که یک بند سوال پرسان میکنی. خب درست است، من دیگه گنگم میشم، هیچ گپ نمیزنم. لا حول ولا قوة. خاطر همین سفر کاری را بهانه کرد، چرا که در مزار یک سرنخ از بچه گم شده ش پیدا کرده بود و میخواست هر چه زودتر این مسئله فیصله شود. سلام بیادر، خوب هستی؟ و علیکم السلام. بله سلامت باشی. خودت کار داشتی به من مجید هستم بیادر، مجید ولد کاظم. خب تلفنی همراه هم گپ زده بودیم. چی گپه؟ من خود یادم نمانده. راستی میگی؟ قرار شد بیایم قریه خودتان، گفتن بیا درباره بچه تان. کدام بچه رو میگی؟ لالا جان چرا قوش پرک هستی؟ من زنگ زدم درباره بچه‌ت گپ زدم. خب اینا یادم آمد. میبخشی برادر جان، من صبحی زود تا بیگاه سر همین زمینا کار میکنم، قماندم میشم که بخیر کل چیز از یادم میره. مرا پریشان کردی لالا. پروا نداره، حالا میتونم بچه‌تانو ببینم؟ گفتن نامش چی بود؟ نامش احمد است. احمد صبحی زود میارم همراه خودم سرزمین کار میکنه، کمک میکنه. خب گپ درست. حالا کجاست؟ نمیبینمش. امروز نامدن دیگه، از چانس خودت. چرا؟ ناجور شده یک ذره، هوا گرم بود دیروز، از بینیش از ذره خون میامد. حالش چطور است؟ خوب است؟ بهتر است؟ چرا تشویش بچه مرا داری؟ چی شده؟ خب میگم حالش بهتر شده یا نه؟ خب جواب مرا بده، بهتر از جور است؟ در خانه پیش مادرش است. بهتر شده بله. گوش کن مراد خان، من رای زیاد آمدم تا همراه خودتان گپ بزنم. خب همراه خودتان. البته در تلفنم گفتم، ولی که چی بگویم؟ ولی بگو چی گپ داری؟ بگو. ولی مثل که خودتان درست متوجه گپای من نشده نه؟ خب گپت چی است؟ بگو گپت. ببین بیادر، بچه شما باید آزمایش بده. آزمایش دیگه چی است؟ چطور برات بگویم بیادر جان؟ ببین شاید احمد جان بچه شما نباشه. یعنی چی؟ گپ چی است؟ خیلی بچه کی است اگه بچه من نیست؟ ببین گوش کن، قار نشو، ممکنه در شفاخانه یک اشتباهی پیش آمده باشه. خب چی؟ شفاخانه؟ بله در شفاخانه یک اشتباهی امکان داره پیش آمده باشه.
مخویج نمیفهم بیادر تو چی میگی؟ چی گفته رئیسی؟ شفاخانه اتفاق خب گوش که بیادر گل، بچه ما در شفاخانه آلش شده. ممکن است با بچه تو هم آلش شده باشه. بله امکان داره. هر چقدر پیسیش باشه من میتونم، یعنی کل هزینه شفاخانه رو خودم میتونم. فقط بچه باید با من به شوار بیاید تا آزمایش بده. من خب بیخی گنگ شدم، هیچ نمیفهم که تو چی میگی. بیادر جان، مراد خان، من فارسی گپ میزنم، چطور نمیفهمی؟ گوش کو بیادر جان، احمد خویج در شفاخانه به دنیا آمده، در خانه به دنیا آمده. چی؟ در خانه به دنیا آمده؟ خودت خود اینجا میبینی که ما در یک قریه بسیار دور افتاده زندگی میکنیم. بله میبینم. چطور میتونستم زن من از اینجا بردارم ببرم شفاخانه؟ با کدام موتر چه رقمی؟ صبر کن مراد خان، ولی امون مسئول شفاخانه به من گفت که نمیفهمم که مسئول شفاخانه به تو چی گفته، ولی احمد در اونجا به دنیا نامده، در خانه به دنیا آمده، بچه خود ماست دیگه. احمد یعنی چی؟ پس این مسئول چی میگه؟ مجید از این که میدید هر چی تلاش میکنه کمتر نتیجه میگیره بسیار ناراحت بود. او در این مدت وقت و پیسه زیادی را خرج کرده بود که بچه‌ش پیدا کنه، اما موفق نشده بود. کم کم او هم به این نتیجه رسید که حق چرا من خبر نکردی؟ میفهمی چند وقت میشه با بچه‌ام گپ نزدیم؟ جانم او وقت تو خواب بودی، نخواستم بدارت کنم. بیدارم میکردی محبوبه. حالش چطور بود؟ شکر خوب بود دیگه. بیچاره بچم در ملک بیگانه است دیگه. ای بخیر درسش که خلاص شوه، پس میه به مملکت خود خدمت میکنه دیگه. ها بخیر، ولی کی شوه که بچم از جرمنی بیایه افغانستان؟ میایه، خیر باشه میایه، اینقدر تشویش نداشته باش زن. مجید چرا دروازه رو باز نمی کنی؟ مگم نمیشنوی که در میزنن؟ تو مگه نمیدونی من پای در دستم؟ اوه خدا، درست است. این حال خودم میرم دروازه رو باز میکنم. برو ببینیم کی است دیگه. این آمدم دیگه. سلام. شما محبوبه جان هستین؟ بله. میبخشین شوهرتان مجید خان خانه است؟ بله خانه است، اما من خودتان نشناختم. خب میشه بیاین داخل گپ بزنیم؟ یک دقیقه صبر کن، شوهر من اینال صدا میکنم. من چند سال میشه که پشت خودتان میگردم، باورم نمیشه که پیدایتان کرده. یعنی تو بچه واقعی ما هستی؟ چی میگی؟ باورم نمیشه. خب راستش وقتی از طریق شفاخانه‌ای که به دنیا آمده بودم پیگیری میکردم، با ما گفتن که سالا پیش شما از پشت من میگشتین. درست. این مسئله مرا بسیار زیاد امیدوار کرد تا شما را پیدا کنم. اما از کجا معلوم که تو واقعا بچه ما باشی؟ بله من خودم آزمایش ژنتیک دادم و مشخص شد که بچه پدر و مادرم نیستم. طبق تاریخ تولد به شفاخانه رفتم و معلوم شد در او روز حدود تقریبا 12 نوزاد بچه به دنیا آمدن. من دنبال تمام خانواده ها یکی رفتم تا که متوجه شدم که شما هم دنبال بچه واقعی خودتان میگردین. یا خدا، یعنی تو هنوزم چیزی معلوم نیست مجید. میشه خواهش کنم فردا صبح که بریم آزمایش بتین؟
این لطفا در حق من میکنه؟ معلوم است که میشه. بگو بفهمم پدر مادرت کجا هستن؟ تو رو کی کلان کرده؟ بله. خب پدرم خدا رحمت کنه خیلی در حق من مهربانی کرد. گردهایش از کار افتاده بود. وقتی میخواستم برش گرده اعطا کنم دکترها متوجه شدن که من بچهش نیستم. عجب. مادرم هم وقتی من بسیار خورد بودم سل گرفت و از دنیا رفت. خدا رحمتشان کنه بچه. باید خیلی سختی کشیده باشی. چی بگویم؟ فردای او روز محبوبه و مجید به شفاخانه رفتن و آزمایش دادن. بعد از چند روز جواب آزمایش اونا آمد و معلوم شد که امید بچه اوناست. مجید سر از پای نمی شناخت. او بسیار خوش بود. محبوبه هم خوش شده بود که یک بچه دیگه هم داره. اونا تصمیم گرفتن تا برگشتن نوید از جرمنی این قضیه را با او مطرح نکنن. مجید خوش بود که بالاخره بچه واقعی خودشم میبینه. امید هم قبول کرد همراه اونا زندگی کنه و برادر خوبه برای نوید